در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 39 نویای ورزاب چورابینی نمونوی روزی مدافع گراجدانی در سطح بلند تشکیلی دایر شد که در آن خوانندگان و آموزگاران اشتراک نمودند. این اقدام در دایره تطبیق سیاست دولتی جهت بلند برداشتن سطح آمادگی اهالی به حالت‌های فوق‌العاده راه اندازی شد. در چورابینی مذکور نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحه ورزاب بخش کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی اشتراک نموده از روند برگزاری مشغولیت‌های آموزگاران و خوانندگان دیدن نمودند. ذکر گردید که چنین چورابینی‌ها برای تشکل فرهنگ بی‌خطری بلند برداشتن مسئولیت شناسی و آمادگی عملی به حالت‌های خوفناک مساعدت می‌نماید. مقصد برگزار نمودن روز مدافع گراجدانی این آماده نمودن خوانندگان و آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی برای عمل با شورانه در دوره سر زدن حالت‌های فوق‌العاده میباشد. در حالت سر زدن زمین لرزه یعنی که چگونه عمل کردن نیروهای غیر حربی، چگونه عمل کردن آموزگاران، چگونه اواکواسیون نمودن و دیگر حالت‌ها در رفت مشق نشان داده شد. قسمت اولی چورابینی در صنفخانه‌ها برگزار شده در آن با خوانندگان کارهای مفصلی فهماندهی انجام داده شد. آموزگاران و متخصصان ساحه و اشتراکچیان دایر بر رفتار درست هنگام سر زدن زلزله، قاعده‌های پناهگیری، ترتیب برآمدن از بنا و راه‌های پیشگیری حادثه‌های سوختار معلوماتی مفصل پیشنهاد نمودند. همزمان به خوانندگان فهمانیده شد که در چنین حالت‌ها نگاه داشتن آرامی، اجرای دستورها و همکاری با دیگران اهمیت کلیدی دارد. بعد از انجام قسم نظریوی مشغولیت‌های عملی در صحن مؤسسه آغاز گردیدند. در این مرحله سناریوی حالت فوق‌العاده از جمله سر زدن زمین لرزه و طور شرطی اجرا گردیده خوانندگان و کارمندان طرز درستی اواکواسیا را عملی نشان دادند. اشتراکچیان با راه‌های زود و بخطر ترک نمودن بنا، جمع شوی در نقطه‌های معین شده و رسانیدن کمک اولیه شناس شدند. برگزاری چنین مشق‌های آموزشی برای بلند برداشتن سطح آمادگی اهالی به خصوص نسل نورست به حالت‌های فوق‌العاده نهایت مهم میباشد، زیرا محض دانش و ملکه‌های عملی میتوانند در لحظه‌های خطرناک جان انسان‌ها را نجات دهند و از پیامدهای ناخوش پیشگیری نمایند. در فرجام اشتراکداران چورابینی با افتخارنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحه ورزاب قدردانی شدند.